خب بریم بسازیمش. اوه خب میریم خط میکشیم، میریم تو کارش. خب بچه‌ها اینا رو میندازیم داخل این و این یکی. بعد میایم جای اسپیکر موبایل رو میسازیم. خب بچه‌ها اسپیکرمون آماده شد، بریم چکش کنیم، امتحانش کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. خب بچه‌ها دیدیم که کار میکرد، پس میتونیم تو خونه با 2 تا بطری و لوله کاغذی یه اسپیکر خونگی و دستساز درست کنیم. لایک هم یادتون نره، تو کامنت ها بگین که تغییرش رو فهمیدین یا نه.